اولین حادثه سرایت ویروس زیکا در قلمرو ایالات متحده آمریکا تشخیص شد. روز سه‌شنبه زخری تامسون، مسئول بخش بهداشت و ذخیره‌های بشری منطقه دالاس ایالت تگزاس گفت ظاهراً ویروس به واسطه روابط جنسی سرایت کرده است. این حادثه قاعده بازی را تغییر می‌دهد. ما درباره ویروس صحبت می‌کنیم که توسط روابط جنسی سرایت می‌کند. سرچشمه نگرانی ما اینجاست که 80% مردم سرایت شده هیچ نشانه انگیزه زیکا را احساس نمی‌کنند. منصبدار آمریکایی گفت نفر گرفتار اخیراً به ونزوئلا سفر کرده در آنجا روابط جنسی داشته است. امروز حادثه های سرایت زیکا که به وجه عموم با گزیدن خموشک ایدس ایگیپتی سرایت میکند در اکثر کشورهای آمریکای لاتینی به قید گرفته شد. در ابتدا ویروس زیکا باعث بیماری هزارها طفل نوزاد برزیلیا گردیده بود. روز سه‌شنبه سازمان جهانی بهداشت وضع را نگران کننده عنوان داده تاکید کرد که ویروس زیکا می تواند به ممالک آسیا و آفریقا نیز سرایت کند. ویروس زیکا را اساساً خاموشک یا خود مسکیتوها با نیش خود پهن می کنند. دانشمندان تخمین می کنند که این انگیزه با رشد بیماری میکروسفالیا هنگام حمل کودک ارتباط دارد و فعلاً تنها در برزیلیا در دوام چند ماه گذشته تا 1.5 میلیون نفر گرفتار زیکا شده اند. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت کریستیان لیندمیر می گوید وضع فوق‌العاده است و به عکس‌العمل فوری نیاز دارد. فعلا تنها در برزیلیا ما شاهدی نزدیک به 4000 قضیه میکروسفالیا هستیم. هنگام گرفتاری با میکروسفالیا سر کودک خیلی خرد باقی میماند. برابر با آن مغز سر کودک رشد نمی کند. بسیاری از چنین کودکان با مغز سر مرده به دنیا می آیند یا بعد تولد وفات می کنند و شماره خرد از آنها طوری می بینیم در وضع ناگوار قرار دارند. شهروند پرتغالیا گلیس کلی طفلش را با میکروسفالیا به دنیا آورده امید دارد که او را نجات می‌دهد. چند زودتر ما تبابت کودک را آغاز کنیم همان قدر بهتر است. آنها این تبابت را برانگیزش مینامند. ما نمیدانیم که این روند چگونه است و رشد من بعده او چگونه خواهد بود. مقامات پرتغالیا میگویند 5 شهروند این کشور بعد سفر به برزیلیا گرفتار زیکا شده‌اند. از 5 تا 21 اوگوست سال روان در شهر ریو د ژانیروی برزیلیا بازی‌های تابستانی المپی دایر خواهند شد. مقامات این کشور به زنان حامله مشورت دادند که به تماشای المپیاد نآیند. تشکیل کنندگان بازی‌های المپی برزیلیا باور دارند که ماه اوگوست سرایت زیکا کاهش می‌یابد زیرا آن زمان در نیمکره جنوبی فصل زمستان فرا رسیده شماره خاموشک‌های خطرناک هم کاهش می‌یابد. در جریان بازی‌های المپیک کمیته بین‌المللی المپی نیز یک عده چاره‌بینی‌های ضد توسعه ویروس زیکا را مد نظر گرفته است.